خلاصه آنچه که در تاجیکستان و جهان می‌گذرد در برنامه اخباری آزادی برای روز 26 اکتبر تقدیم شما می‌کنیم. سلام، من مومین احمدی هستم. نگاه به سرخط سه موضوع برنامه. مرافعه 5 مهاجر تاجیک در روسیه که به قصد ترکاندن بنای خدمات امنیت فدرالی یا فسب روسیه عیبدار شدند آغاز شده است. دپوتات قرغیز دزدی چاروا را بدتر از ربودن عروسان دانست. این گپ جامعه قرغیزستان را عصبانی و خشمگین کرد. عروس ربایی این فقط یک عنعنه ما است. گذشته های ما این کار را می کردند. این را با دزدی چاروا برابر نکنید. جورابک مرادوف هنرمندی معروف تاجیک 80 ساله شد. تجلیل از 60 سال سرآیندگی او در خوجند. باز کنسرت های نو میکنم. خدا خواهد کار میکنم. نو میکنم چون که این خلق بزرگوار ما قرضدار کرد. دادگاه حربی در مسکو با محاکمه پرونده 5 زاده تاجیکستان شروع کرده است که به همکاری با گروه داعش و قصد ترکاندن بنای فسب و یا خدمات امنیت فدرالی در مسکو متهم می شوند. با آنها حبس 1 عمری تهدید می کند. خبرگزاری تاس می نویسد در کرسی عیبداری منوچهر بوریف، رجب علی بوریف، عبدالملک سمیف، سمندر تاشمرادوف و عبدالقادر طاهرف نشستند که از 19 تا 25 سال دارند. خبرگزاری میگوید گمانبران بهار سال 2022 تحت سرپرستی داعش یک حلقه تروریستی را تأسیس داده گویا قصد داشتند با فرستادن یک مرگ طلب بنای فسب را ترک کنند. وکیلان دفاع متهمان میگویند که پرونده جنایی علیه زیر حمایه های آنها از سوی کارمندان خدمات ویژه روسیه ساخته‌کاری شدند. در ادامه موضوع مهاجران، شورای علمای مسلمانان در مسکو با نگرانی از رید در مسجدها و به کمیسریت حربی بردن نمازگزاران نامه را به عنوان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین آماده دارد. در این باره نشریه گوارید مسکو با استناد به مرات علیموف عضو ریاست این سازمان خبر داده است. همکارم میرزانبی خالقزاد با جزئیات موضوع شناس شد و در استودیو با ماست. میرزانبی، سبب این تصمیم روحانیان چی بوده است؟ سلام به بینندگان عزیز. مومین، طوری ما خبر داده بودیم روز جمعه هفته گذشته کارمندان آمان وارد مسجد کتلنیکی شده. بعد نماز گروهی را به کمیسریت حربی بردند. در بین افرادی بازداشت شده محمود حسینوف آوازخوان شناخته روسیه هم بوده است و گفته او در کمیسریت حربی بازداشت شده ها را مجبور میکردند که با ارتش قرارداد امضا کنند به میدان جنگ روند. حسینوف در نوار گفت از امضای قرارداد دست میکشد ولی او را مجبور برای خدمت به قسم حربی بردند. آوازخان سال 2014 در کریم اشغال شده شهروندی روسیه را گرفته بود. به دلیل ناخوب بودن سلامتیش خدمت حربی نکرده است و سرنوشت بازداشت شده های دیگری مسجد کتلنیکی نامعلوم است. ری در مسجد کتلنیکی بار اول نیست. در برابر بازار و خیابان و مکانهای دیگری جمع شوی مهاجران چند ماه باز نیروهای امنیتی و پلیس پیوسته مهمان مسجد و عبادتگاه ها در شهر و ناحیه‌های روسیه میشوند و مهاجران را بازداشت میکنند. و مرات علیموف نماینده شورای مسلمانان مسکو گفته است حالا در اکثر مسجدها چنین ریدها گذرانده می شود. این است. میرزانبی، مهاجرانی که در پی چنین ریدها در مسجدها بازداشت می شوند سرنوشتشون چی می شود و با چه مشکلی های روبرو هستند؟ بله مومین، برخی از مهاجرانی که بازداشت شده در مرکز نگهداری مهاجران در چلیابینسک بودند از آن شکایت میکنند که ماموریت بازداشتگاه آنها را اذیت میدادند و وادار میکردند که با وزارت دفاع روسیه قرارداد امضا کنند. در این باره یک شهروند ازبکستان خبر داده است. در نوار ثبت کرده او از این مرکز ورقه‌های زیادی دعوت به جنگ دیده می شود. مهاجر ازبک نقل می کند که چنین ورقه‌های ترغیباتی به همه تقسیم کرده می شوند. او را در این مرکز 13 روز نگه داشته و بعداً به وطنش راندند. میگویند در این مدت شاهد پیوستن چندین مهاجر به صف ارتش و رفتن آنها به جنگ شده است. به نقل این مهاجر به آنهایی که قرارداد امضا میکنند شناسنامه روسیه، خانه و معاش برابر به تقریبا 200,000 روبل وعده میکنند. وی گفته است به مهاجران وعده شده بود که آنها را برای کندن چاه میفرستند، اما در نهایت به میدان جنگ سفربر کردند. پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین مقامات این کشور تلاش دارند که با هر راه و شیوه مهاجران بیشتری را به جنگ جلب کنند.
تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد درباره نگرانی از رفتار مقامات انتظامی روسیه با مهاجران و جلب مجبوری آنها به جنگ در اوکراین صحبت میکرد. برمیگردیم به موضوع از تاجیکستان. صبح امروز در شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی با حضور بیش از 50 شرکت آغاز یافت که تا 3 روز دیگر ادامه می‌یابد. مسئولان هدف از برگزاری آن را معرفی مال و محصولات وطنی و پیدا کردن شریکان ارزیابی نمودند. علیشیر ظریفی و نگاره فضل‌الدین به این نمایشگاه رفتند. این صاحبکاری پاکستانی با هدف پیدا نمودن شریکان تاجیکستانی با دوشنبه به این نمایشگاه آمده است. شرکت او به استحصال محصولات داروواری مشغول است. چالشی که ما روبرو شدیم این دریافت شریکانی با اعتماد است. چون من از سال گذشته در جستجوی همکاری ها با شریکان تاجیک هستم ولی تا حال موفق نشدم. شاید مشکلی وجود دارد و مانند مشکلی اقتصادی، ولی من باور دارم که بعد از این همایش ما می توانیم به مقصد رسیم. نمایندگان این شرکت گفتند در صورت پیدا نمودن همکار یا شریک تاجیکستانی آماده صادرات محصولاتشان به تاجیکستان هستند. در این نمایشگاه همچنین مال و محصولات گوناگون از قبیل کشاورزی، ساختمانی، نوشابه‌ها، لباسواری، گوشت و قنادی، هنرهای دستی، زرگری و خدمترسانی‌های بانکی به معرض گذاشته شده است. تولیدات در شرکت‌های وطنی به واردات اشیاء خام از خارج کشور نیز بستگی دارد. بنابراین برخی صاحبکاران تاجیک چنین نمایشگاه را یک فرصت برای رشد کارشان می‌دانند. البته ما با این نمایشگاه با اون مقصد آمدیم که برای شناخت شدن با دیگر نماینده‌های بیزنس برای مثلا اشیاء خام، اکثریت اشیاء خام ما از خارج دسترس کرده می شود. برای همین ما چنین فکر داریم که با پارتنر چی میشه؟ با شریکان خارجی ممکن ما شناس میشیم و در آینده میتونیم با ویو یا جای کار کنیم. هرچند مسئولان هدف از تشکیل چنین نمایشگاه‌ها را پیدا نمودن بازار نو و جلب سرمایه نیز ارزیابی میکنند، ولی اقتصاددانها بارها تاکید نمودند که راه رسیدن به چنین اهداف افزایش استحصال محصولات باصفت در داخل کشور است که با بازار بیرونه به آسانی راه یابد. بیننده های عزیز، حالا یک آگاهی داریم، خواهش با دقت باشید. از 30 اکتبر امسال زمان پخش برنامه اخباری آزادی در تاجیکستان و مسکو تغییر می‌یابد. برنامه ما از هفته آینده ساعت 7 به وقت دوشنبه و ساعت 5 به وقت مسکو پخش خواهد شد. بخبر نمانید و لطفاً به دوستانتان هم برسانید. نزدیکان قربانیان عروس ربایی در قرقیزستان از یک وکیل پارلمان این کشور طلب دارند که یا از آنها عذر پرسد یا استعفا دهد. موضوع عروس ربایی دوباره و بعد یک جلسه در پارلمان سر زد. دپوتات قرقیز مایکینبک عبدالیف گفت دزدی چاروا جنایت است بدتر از ربودن عروسان. زرنگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد. бактигул шакенова холаи ойзода канатбековаи 27 сола яке аз қурбониёни кушташудаи арусрабоӣ дар қирғизистон аст. 2.5 соли пеш марде ки ойзода пешниҳоди издивоҷашро қабул накарда буд, ӯро дуздида баъдан кушт. ин фоҷиа он замон дар қирғизистон сару садои зиёд бапо кард. бархиҳо гуфтанд дигар касе баъд аз ин чунин амалро сафед ё пуштибонӣ нахоҳад кард. вале ба гуфтаи сокинони норозӣ ҳодисаи ахир маълум кард ки ин кор дар парлумон ҳам пуштибон дорад. ман талаб дорам ки вай ин суханонашро пас гирад ва ё истеъфо диҳад. мо духтаракро аз даст додем. ӯ ҳоло метавонист бо мо бошад. талаб дорам ки духтарони моро бо чорво баробар накунад. ман дигар умуман гап надорам. баростӣ
اخیراً депутат Мекимбек Абдалиев духтаронро ба гӯсфанд баробар кард. Вай ва чанде аз ҳамкоронаш пешниҳод карданд ки ҷазо барои дуздии чорво сахттар шавад. Абдалиев гуфт чунин ҷинояткор бояд 12 сол ҳабс шавад. Ин дар ҳолест ки барои рабудани одамон ҷазо дар Қирғизистон сабуктар аст. Фақат як вакил ба ин пешниҳод зид баромад. ҷазо барои қатли бераҳмона тақрибан мисли дуздии чорво аст. Пас набояд ин хел бошад. Ин тавр намешавад. Ман муқоиса кардам. Масалан, моддаи одамрабоиро бубинем, барои дуздии 2 нафар ва зиёдтар аз он ҷазо дар шакли маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 7 та 11 сол با مصادره مال و ملک پیش بینی شده است. برای دزدی چاروا به مقدار کلان از 8 تا 12 سال زندان، یعنی چاروا از جان آدم با ارزش‌تر است. عروس‌ربایی این فقط یک عنعنه ما است. گذشته‌های ما این کار را می‌کردند. این را با دزدی چاروا برابر نکنید. برای چنین اظهارات به باوری حامیان حقوق وکیل پارلمان باید از جامعه عذر پرسد یا از مقامش برود. حقوق شناسان میگویند با چنین موقع پارلمان عملاً از جنایتکاران حمایت میکند. این میتواند برای زیر سوال بردن آداب و وکالت депутат در پارلمان اساس بدهد. ربودن عروس اصلا عنعنه نیست. این جنایت است که در اکثر حالت انجام فاجعه بار دارد. این حامی حقوق خودش 2 بار قربانی الکچو یا عروس‌ربایی شده است. ترجمه اصطلاح الکچو گیر و گریز است. باری اول لیلا را در 16 سالگی ربودند. یک شناسش او و دوگانه‌اش را مهمانی دعوت کرد که آنجا آنها را گروهی زنان انتظار بودند. آن زمان او را سیگار نجات داد. در نزد خویشاوندان جوانی که او را ربودنی بود سیگار کشید و لیلا را بی تربیه خوانده آزاد کردند. سیگار هم از روی هوا و هوس به دستم افتاد، ولی اگر سیگار نمی داشتم مجبور بودم راههای دیگری بیرون شدن از آن وضعیت را جستجو کنم. آدم باید برای خود مبارزه برد. تسلیم شدن به نظر من اصلا قابل قبول نیست. طبق قانون ربودن عروسان در قرقیزستان منع است. بیشتر برای آن تا 7 سال زندان پیش بینی میشد. 4 سال پیش قانون را اصلاح کردند و حالا به نفری که دختری نابالغ را می‌دزدد تا 10 سال و برای ربودن دخترانی بالاتر از 18 ساله 7 سال زندان تهدید می‌کند. ضمناً با وجود بحث‌ها پارلمان قرقیزستان برای دزدی چاروا جزا را سخت‌تر کرد. و یک موضوع فرهنگی هفته گذشته در شهر خوجند 60مین شب ایجادی هنرمند اتحاد شوروی جورابک مرادوف دایر گردید. این برنامه همچنین به 80مین زادروزی او بخشیده شد. فرزان محمدی از آن برنامه کنسرتی گزارش تهیه کرده است که حالا همراه می‌بینیم. تمام بنده‌های خدا با دعا میکنیم جنگ آن نشد صلح شد و قدر خرسند شد. 100 سال بیزی و 120 سال بیزی. جورابک مرادوف کیست؟ زیر این عنوان برنامه نوی هنرمند خلقی اتحاد شوروی جورابک مرادوف در شهر خوجند برپا گشت. جورابک مرادوف آوازخوان معروف تاجیک هنگام هنرنمایش گفت که 60 سال باز روی صحنه است و احساس خستگی نمی کند و هدفش سرجمعی آدمان و ترغیب دوستی در سراسر جهان است. خدا عمرت یاد باز کنسرت های نو میکنم. خدا خواهد کار میکنم. نو میکنم چون که این خلق بزرگوار ما قرضدار کرد. فرزند گفته است ما اون قرضدار خدا خواهد تا حیات و زنده باشیم خدمت میکنیم خلاص. در این برنامه کنسرتی دهها پیروان مکتب او از انسامبل ششمقام خانان نور خوجند و آوازخوان‌های ازبکستان نیز هنرنمایی کردند. نیمی از تالار را مخلصان جورابک مرادوف از تاجیک تباران جمهوری ازبکستان پر کرده بودند. مخلصان از ناحیه سوخ ولایت فرغانه آمده. 2 روز باز همینجا هستیم و جورابک میبینیم افته. انچه سال باز دیر باز ندیده بودیم ما حضرمانه. امروز وا خوردیم از احوالشان با خبر شدیم. الهیم جورابک یکم مرادوف در 100 درمدگی دیم همه خیلی یوبیلی سالا کردن الله نصیبش کنه. چند نسل در تاجیکستان با سرودهای جورابک مرادوف بزرگ شدند.
او از جمله هنرمندانی است که در تمام محلهای تاجیکستان سرودهایش را گوش میکنند. برای نقش موثرش در رشد صنعت آوازخوانی